أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين، وأشكر من أرشدنا إلى اتباع المرسلين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم ربي أعن ويسر وبارك فيه ولا تعسر برحمتك آمين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك آمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مخاطبان گرامی و محترم، برادران و خواهران مسلمان، در خدمت شما هستم بیاری الله عزوجل. امروز چهارشنبه 12/5/1401 هجری شمسی و پاسخ به سوال تعدادی از برادرانی که این کلیپ رو برای بنده فرستادن طی امروز و دیروز و توضیح خواستن در این زمینه که این سخنان چه هست و جوابش چه هست. به یاری خدای متعال مختصر و انشاءالله مفید فایده خدمتون عارض میشم. این شخصی که در این فایل دیده میشه یکی از داعیان سلفیت معاصر و پیروان تفکر نجدی در حکومت عربستان سعودی است. از اساتید دانشگاه‌های عربستان است، به نام آقای صالح السندی، شیخ صالح بن عبدالعزیز السندی. ایشون، من این فایل هاشو دیدم که ظاهر امرم تا جایی که بدانم در کشور اندونزی فکر کنم این سخنان میگه. حالا اگرم این نباشه باز دوری داره اونجا برگزار کرده و این تفکر سلفیتشون رو بردن به اندونزی و مالزی هم اونجا نشر بدن. ایشون در فایل هاشون صراحتا میاد میگه اشاعره و ماتوریدی اهل سنت و جماعت نیستن، این اهل تعطیل و اهل بدعت و انحراف و ضلالت هستن. اینجا هم حالا فایل بریده شده است، میگه این قوم، مرادش هم اهل سنت اشاعره و ماتوریدی هستند، میگه این قوم غرق در تشبیه هستند و مدعی میشه که اهل سنت و جماعت اشاعره و ماتوریدیه که از اهل تنزیه هستند و بری هستند از تشبیه، اینها خود مشبهه هستند و میگه اینا اول تشبیه کردن، بعدا تعطیل کردن، بعدا تشبیه کردن، بعد میگه اصلا 3 بار اینا تشبیه کردن. خب ایشون میاد متاسفانه در این فایل با سخنانی که بر افراد ضعیف العلم، کم آگاه و کسانی که اطلاع و کافی و وافی بر این مسائل ندارن ایجاد شبهه میگردن، با سخنانی که واقعا کسی که آگاه به تفاصیل این موضوع میدانه چیزی درش نیست و متاسفانه افرادی خیال کردن این سخنانی که اینجا گفته شده بسیار سخنان عجیب و عمیق و علمی هست و جوابی برایش نیست. با سخنانی میاد و به زعم خود اهل سنت و جماعت اشاعره و ماتوریدی که جماهیر علمای اسلام هستند رو زیر سوال میبره و اینا رو اهل بدعه و جزء فرق معرفی میکنند، اینا فرق ضاله پناه بر خدا. خب میاد و میگه وقتی گفته میشه به این اهل اشاعره و ماتوریدیه لماذا تقولون الله ما استوى على العرش بما هو معلوم في لغة العرب الذي نزل به القرآن وهي بمعنى على وارتفع. وقتی گفته میشه بهشون خب چرا شما نمیگید الله استوى على العرش؟ اولا اینجا من عرض کنم خدمت شما که هیچ یک از علمای اسلام آیه استوى على العرش و علیاذ بالله مسئله استوى على العرش رو انکار نکرده. این به اسلام به عام با همه فرقش و هیچ یک از علمای اهل سنت و جماعت رو سراغ نداریم گفته باشه الله علیاذ بالله استوى على العرش نکرده. پس اینجا که ایشون میگه شما چرا میگید الله استوى على العرش نکرده با اون معانی که در لغت عرب هست برای استوا، عرض میشه هیچ کسی از علماء اسلام نیامده بگه الله استوى على العرش نکرده. همه میگن الله الرحمن على العرش استوى، اما در معنای الرحمن على العرش استوى اختلاف است. خب ایشان میاد میگه میگه الرحمن على العرش استوى یا استوى على العرش در معنا به معنای علا و ارتفاع است، چرا شما این رو قبول ندارید؟ بعد میگن چون که این استواء من صفات المخلوقين فلا تعرف من يستوي الا وهو مخلوق یا ولا نعرف من يستوي الا وهو مخلوق. اینجا
حقيقة موضوع رو خود می بافت و می دوزد و به هر حال می درد و می بافت و می دوزد، در حالی که حقیقت ماجرا این نیست. چرا میگوید الله بر عرش استوا نیافته؟ با اون معنایی که در لغت است. نگاه کنید برادران عزیز، من کوتاه موضوع رو زیاد کش ندیم. عرض شد همه اهل سنت و جماعت میگه الله عز وجل استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. اما الان معناش چه هست؟ خب معنای استوا وقتی میری در معاجم لغت درش نگاه میکنی، یکی از معانی میگه چرا شما معنای علا و ارتفاع رو نمیگینید؟ جواب این از بین برادر و هر کسی که این سخنان براش عجیب بوده و چیز عجیبی درش دیده و گمان کرده تمام شد، این جواب علیاذ بالله به گمان خودشون فرق مبتدعی اشاعره و ماتوریدی است. بهش گفته میشه منظور از علو و ارتفاع چیست؟ منظور از علو و ارتفاع چیست؟ اگه منظور علیاذ بالله علو و ارتفاع یعنی حرکت و انتقال و خدای متعال از جای به جای دیگری رفت، از علیاذ بالله از تحت به فوق رفت، از جایی بود رفت به جای دیگر، چنین چیزی نزد علمای اهل سنت و جماعت برای خدای متعال منتفی هست. حرکت، زوال، انتقال به این معنا. بنده در یک رساله به این عنوان نفی الحرکة والانتقال عن الله تعالی و نفی قیام الحوادث بذاته عز وجل که در کانال نشر علم شرعی هست، از علمای سلف، از حتی تابعین گرفته، حسن بصری، سعید بن جبیر، قتاده، تا میرسه به کسانی که بعداً وارد شدن. یا کنید 172 مورد از علما از دوران تابعین تا قرن ما، از کسانی که وفات کردند و بنده آوردن که مسئله حرکت، انتقال، زوال اینا رو از الله عز وجل نفی میکنن. اگه منظور این علا و ارتفاع این هست، علما میگن چه؟ میگن الله عز وجل حرکت و انتقال و زوال و اینها برایش نیست که نیست. استوا علی العرش هم اگه به معنای حرکت و زوال و انتقال هست، خب این برای خدای متعال نیست. بایستی چیکار کنیم این آیت رو؟ بایستی به معنایی فهم کنیم که از این معنایی که فهم میشه درک خطا و اشتباه و معنای محال یا مستحیلی رو به الله عز وجل نسبت داده نباشه. نكون إن جاء ابن عبد البر مالكي میگه وقد قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا وليس مجيئه حركة ولا زوالا ولا انتقالا لأن ذلك إنما يكون إذا كان الجائي جسما أو جوهرا. فاز اگر مراد از علا و ارتفاعه دیگه من همه این اقوال رو اونجا آوردم. علا و ارتفاعی که شما در نظر دارید حرکت و زوال و انتقال است، علمای اهل سنت و جماعت این رو قبول نداشتند و ندارند. اگه مراد این است که الله عز وجل کان ولا مکان و هو الان على ما عليه کان، خدا بوده مکان و زمانی وجود نداشته، بعدن زمان و مکان رو خلق کرده، الان همونطوری است که قبل از خلق زمان و مکان است تغییر و تحولی برش ایجاد نشده و زمان و مکان محدودش تا عرش هست و الله بائن من خلقه، به این معناست. این رو علما مشکلی باهاش ندارن. اما توی که میای استوا علی العرش رو بر جلوس یا بر علو ارتفاعی که به نوع نقل و انتقال باشه، اگر منظور این است حمل میکنیم این معنا، خب این معنا غلط هست و علمای اسلام چه به معنای جلوس بوده باشه، الاستواء على العرش لله تعالی ليس بمعنى الجلوس والقعود، این هم بنده جماوری کردن در کانال گذاشتم. باز هم اینجا هم دقت بفرمایید، برید مراجعه بفرمایید. از سلف صالح تا دوران ما 129 نفر رو آوردم که یکیشون مثلا امام ابو حنیفه است. نقر بأن الله تعالى على العرش استوى من غير أن تكون له حاجة واستقرار عليه وهو حافظ العرش وغير العرش من غير احتياج فلو كان محتاجا لما قدر على إيجاد فلو كان محتاجا لما قادر على إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوقين ولو كان محتاجا إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله. يكون علماء هم میگن نقر بأن الله على العرش استوى، امام ابو الحسن الاشعري، وأن الله تعالى استوى على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده. دقت کن کجا شما آوردی این رو که علمای اهل سنت گفته باشن الله استوى على العرش نکرده، میگن استوى على العرش ولی حالا معناش چه هست؟ گروهی تفویض میکنن بالمعنى الذي أراده، استواء منزه عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال. اینا نباشه. خب اینا معانی است که
ما در زبان عرب از استواء میشناسیم، یکی به معنای جلوس هست، یکی به معنای صعود هست، یکی به معنای استقرار هست، یکی به معنای نمیدانم بعد از اعوجاج مستقیم شدن هست. این معانی هست. خب اینا برای الله متعال نیست. اگر نه همه استواء علی العرش رو قبول دارن. امام ابو سلیمان خطابی میفرماید چه؟ میفرماید والله سبحانه حامل حملته يعني العرش لا حاجة به إلى العرش وليس بمكان له ولا هو متمكن فيه ولا معتمد عليه لأن هذا كله من صفات الحدث لكنه بائن منه ومن جميع خلقه. كسي باين مشكلة نداره. ابن عقيل حنبلي ميجي استوى على العرش بمعنى استقرار وإنها نيست. إمام بغوي مثل أما أهل السنة فيقولون الاستواء على العرش صفة لله تعالى بلا كيف يجب على الرجل الإيمان به ويكل العلم فيه إلى الله عز وجل. علم رو واگذار میکنه درش به الله متعال، تفويض علم رو میکنه. ابن جوزي حنبلي میگه وجميع السلف على امرار هذه الآية الرحمن على العرش استوى كما جاءت من غير تفسير ولا تأويل. همشون نه تفسیرش میکنن نه تأویل. خب بعدا میگن چه؟ اینو از کتاب چه آوردم؟ این رو از کتاب دفع شبه التشبيه. در کتاب زاد المسير میگه و اجماع السلف منعقد على ان لا يزيد على قراءة الآية. چیزی نگوین. مثلا عز بن عبد السلام استوى على العرش المجيد على الوجه الذي قاله. عز بن عبد السلام امام اشاعره است. استوى على العرش. کی گفته استوى على العرش نیست؟ کی گفته استوى على العرش قبول نیست؟ وبالمعنى الذي اراده. و اون معنایی که خواسته، نه استوایی که مماسه و استقرار و تمکن و انتقال باشه. اینا نیست. پس اینجا این آقای حتی امام غزالی که امام اشاعره است میفرماید چه؟ و انه مستو على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي اراده استواء منزها عن المماسه والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال. یکن همه میگن استوا رو ما قبول داریم، استوا رو قبول داریم، ولی استوایی نباشه که معانی که علمای اهل سنت و جماعت نفی کردن از الله متعال محال میدانند در حق الله متعال، اونا رو علی اعوذ بالله برای خدای متعال قرار بدی. حتی امام التبری من نگاه کن، یوسف بن مرعی الكرمي الحنبلي علم ان هذه الاحاديث ونحوها تروى كما جاءت ويفوض معناها الى الله. معناشون به الله تفویض میشه. علی اهل سنت و جماعت دستی تفویض کردن، دستی هم در حالت اضطرار و اجبار که در شرایط زمان ایجاب کرده آمدن تأویلاتی رو با یکی از معانی که آوردن اون معنا برای خدای متعال محال نیست یا مشکلی نیست حمل کردن. خب معنای انتقال درست نیست، معنای نشستن درست نیست، معنای چی درست نیست. آیا معانی دیگری از استوا میشه که این رو برای خدای متعال قرار داد و غلط هم نباشه؟ از این حیث اهل تأویل اهل سنت و اهل تأویل اهل سنت فرق میکنن. یعنی اهل سنت اثباتیی که در بعضی از امور تأویل کردن تفاوت میکنن با کسانی که معطل بودند و صفات خدا رو نفی کردن. نگاه کنید امام تبری درباره استواء على العرش میگه چی؟ میگه چه؟ علیها علو ملک و سلطان لا علو انتقال و زوال. امام تبری میگه اون علوی که ما برای خدای متعال قرار میدیم علو انتقال و زوال نیست. اگه جناب آقای سندی شما هم همین رو مراد داری، کسی در این مشکلی نداره. و تفصیل کلام حتی ابن ابو علی حنبلی میگه هر کسی بگه خدای متعال انتقال و حرکت داره کفر است. ابن جریر تبری در تفسیرش جلد 1 صفحه 454 تا 457 این موضوع رو میاره، میگه معانی استواء في كلام العرب منصرف على وجوه منها انتهاء الشباب الرجل وقوته فيقال إذا صار كذلك قد استوى الرجل. انسان به كمال الرشد رسیده باشه. منها استقامة ما كان فيه أود من الأمور والأسباب. اموری که قبلا مشکلی درش بوده، کجی درش بوده، بعدا مستقیم شده، به این میگن استوا. منها الاقبال على الشيء بالفعل، کاری رو سر گرفتن و انجام دادن. منها دقت کنید امام تبری این رو میفرماید اینجا، امام مفسرین سلف، منها الاحتياز والاستيلاء. یکی از معانی لغوی استواء استیلاء و غلبه هست. میگن كقولهم استوى فلان على المملكة يعني احتوى عليها وحازها. دقت کن این هم ردی بر فکر سلفیت معاصر که با تقلید از شیخ ابن تیمیه خداوند متعال رحمتش گردانه که میگه اصلا علمای لغت و سلف نگفتن استوا معنای استیلاء میده. امام التبری میگه اینجا معنای چه میده؟ استیلاء میده. استوا از لحاظ لغت معنای علو و ارتفاع میده. خب الان اینجا آقای سندی گفت چرا معانی که در قرآن لغت عرب هست و قرآن بر اساس اون نازل شده رو قرار نمیدید؟ خب امام تبری نهایتا میاد میگه چه؟
میگه به نظر من گفته شود علا، به معنای علا هست این. علا علیهن، استوى الى السماء علا علیهن وارتفع فتدبرهن بقدرته وخلقهن 7 سماوات. میگه تدبیر آسمان ها رو کرد با قدرت خودش، اونها رو 7 طبقه ساخت. مشکل کسانی که در فکر سلفیت معاصر هستن اینجا هست، خیال کردن علا علیهن وارتفع يقولوا حركات وزوال وانتقال از جای به جای، در حالی که امام الطبری بعدا میاد تفسیر میگه علا علیها علو ملک و سلطان لا علو زوال والانتقال، یعنی برج میگردونه به همون قهر و غلبه، برج میگرده به همون سلطه، برج میگردونه به همون تدبیر. پس اینجا که جناب آقای صالح سندی که میاد میگه خب شما چرا استوا رو بر همون معنای لغوی حمل نمی‌کنید، میگه گویا اونا جواب میدن لان الاستواء من صفات المخلوقين فلا نعرف من يستوي الا وهو مخلوق. اولا اینکه استواء از صفات مخلوقین باشه، اگر مراد نشستن هست، اگر مراد حرکت و انتقال است، این از صفات مخلوقین است، اگر نه معانی دیگری دارد این استواء. لهذا جماهیر سلف تفویض کردن و کسانیشون هم که منقول از کسانی از سلف، حالا ممکن اسانیدشون قوی نباشه و بسیاری از خلف تأویلاتی کردن در حالی که نیاز دانستن این تأویل رو کنن. بعدا ایشون میگه خب چیکار کنیم با این آیه؟ میگه نؤولها بالاستیلاء، این رو با استیلاء تأویل میکنیم. فنقول لهم على قانونكم لا نعرف من يستولي الا وهو مخلوق. پس ما به شما میگیم مادام که شما میگید استولا، از استولا مخلوق میکنه. حتی شما استدلال کردید به شعری که حکایت شده و از کسی نقل نشده و الی آخر، میگه شعری که صاحبش مجهول است و اینو استناد کردید، مع ذکر که این شعر در کتاب البسیط امام واحدی نیشابوری که متوفی 468 است، میگه این شعر مربوط به کی هست؟ بعیس کی هست؟ بعیس میگه هو خداش بن بشیر بن خالد المجاشعی ابو مالک البصری المعروف بالبعیس، شاعر اموی مجید و خطیب بنی تمیم. یکی از شعرایی بوده که اشعارش حجت هستند. اینجا امام واحدی نیشابوری میگه شعر است. حالا شما فرض کن اصلا این شعرم گویندش مشخص نیست، آیا ائمه لغت استوا را به استیلاء، یعنی یکی از معانی استوا در لغت عرب به عنوان استیلاء بوده؟ بله، الان براتون عرض میکنم، ادامهش رو ذکر میکنم. فعلا کلام آقای سندی رو ما تمام کنیم. میگه نهایتا استوا هنا عندهم بمعنى استولا، پس بشر هم مخلوق یستولی، اذا انتم وقعتم فی التشبیه. اینجا دیگه محلش است، محل یک قیاس مغلطه‌ای اشتباهی که آقای سندی اینو میاره و مخاطبینش که مشخص از کسانی جلوش هستن جوانانی هستند و نوجوانانی میخندن و خیال کردن ایشان حجتی آورده که دیگه شق القمر کرده. نیا کن عزیز جان، برادران، بزرگواران، چرا کسانی از علمای اهل سنت، ما کاری به معتزله نداریم، معتزله کلا صفات رو نفی کردند، چرا کسانی از اهل سنت، اصلا چرا اهل سنت در مسئله استوا این همه بحث کردند؟ چرا کسی مثل امام مالک گفته اصلا سوال ازش نپرسید؟ چرا این رو گفته؟ چرا گفته سوال کردن در این باره بدعت است؟ چرا بعضن علمای اهل سنت اینا رو جز آیات متشابهات قرار دادن؟ چرا؟ چون گفتن اگه استوا به معنای نشستن است، به معنای حرکت و انتقال از، خدا از جای آمده باشه رفته باشه بالای چیز دیگری صعود کرده باشه، به اون معنایی که ما بشر میشناسیم، خو این برای الله متعال مستحیل است این حرکات. نزد جماهیر اهل سنت و جماعت این هست و ما نوشتیم مطالب رو. حالا دیدگاه‌های شیخ ابن تیمیه و پیروانش چیزای دیگری هستن، ما اینا رو میدونیم. اما مسئله استولایی که به معنای تسلط و حکمرانی و فرمانروایی و این باشه، خب یک معنایی هستی. خداوند متعال حاکمیت جهان رو در اختیار داره، بعد از اینکه خالق هست و همه چیز رو خلق کرده. هو الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام ثم استوى على العرش. همه رو خلق کرد، بعدن مدبر همش هم هست، یدبر الامر، همه رو تدبیر امور میکنه. به این معنا استولا باشه، هیچ مشکلی در این ایجاد نمیشه و صفت هست برای خدای متعال اثبات شده. پس اینجا که ایشون آمده گفته چه؟ گفته ها پس شما در تشبیه افتادید. چرا؟ چون که استیلا کار مخلوق است. نخیر، استیلا کار مخلوق نیست، بلکه ما استیلا به معنای قهر و غلبه، همونطور که امام طبری اینجا فرمود علو ملک و سلطان رو برای خدا اثبات کنیم، هیچ چیز محالی، هیچ نقصی درش برای خدای متعال اثبات نمیشه.
برخلاف إن كما علو انتقال وزوال وحركة یا نشستن رو برای خدای متعال قرار بدیم. پس اینجا که ایشون میاد میگه چه؟ میگه ها پس شما هم در این افتادید، ما هم میگیم استواء یلیق بالله عز وجل. بله استواء یلیق بالله عز وجل، ولی واضح است نشستن حرکت انتقال از اصل منتفی هست. پس شما گمان نکنید بگید حالا استواء مشخص است به معنای نشستن است، به معنای حرکت و انتقال و صعودی است که حرکت و انتقال باشه، حالا طوری که لایق خدا باشه. دیگه این طوریش درست نیست. شما اومدید اصل ماجرایی که بایستی خدا رو از اون منزه گرداند و اثبات کردید، بعد گفتید حالا به نحوی که ما کیفیتش رو نمیدونیم. مشکل اینجاست. اگر نه اهل سنت و جماعت علیاذ بالله اهل تعطیل نیستن. بعدن دوست دارم اینجا یک نکته رو خدمتتون عرض کنم. بسیاری از این افراد میان و میگویند با پیروی از شیخ ابن تیمیه رحمه الله، میگن آقا جان از میان ائمه سلف کسی نبوده اصلا در لغت عرب استوا به معنای استولا اصلا وجود نداشته. حالا ما با استفاده از این کتابی که جلو دست داریم 8 نفر از ائمه لغت و تفسیر از قرون 34 براتون نقل میکنیم که اینها استوا رو به معنای استولا گفتن استوا در لغت به معنای استیلام هست. یعنی یکی از معانی لغت عرب این لغت استوا در زبان عرب استولا است. فمنهم یزیدی کیست؟ متوفای 237 هجری. ایشان هو اللغوي الأديب أبو عبد الرحمن عبد الله بن يحيى بن المبارك، متوفى 237. كان عارفا باللغة والنحو. قال في كتابه غريب القرآن وتفسيره كتابا چاپ شده میگه في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى استولى، وقد يكون كقوله بلغ أشده واستوى فيكون معناه تم. این یک عالم لغوی امام تبری که الان کلامشو خواندیم در تفسیرش آورده بود که یکی از معانی استوا استولا هست. الان خواندیم. امام الزجاج حنبلی مذهب متوفای 311 هجری که ایشان امامی لغوی ابو اسحاق ابو ابراهیم بن السری الزجاج در کتاب معانی القرآن آورده و قالوا معنى استوا استولا، یعنی که از معانی استوا هم استولا هست و امام زمان خودش بود از لحاظ نحوی و عالم لغت بوده. ابو بکر السجستانی که هست متوفای 330 ایشان هم اینجا زندگی نامش رو آورده. ابو بکر محمد بن عبدالعزیز السجستانی کیست؟ ایشان در این کتابش اسمش غریب القرآن آورده. ثم استوى الى السماء استوى قيل معناه استوى عليه وقهره بعزته وظفر به، ومعنى العلو والاستيلاء في صفة الله تعالى متشابهان. ایشون هم به این معنا آوردتش. امام زجاجی که هست اللغوی ابو القاسم عبد الرحمن ابن اسحاق الزجاجی متوفای 340 در کتابش به نام چه کتاب اشتقاق اسماء الله الحسنى در این کتاب آورده العلي والعالي أيضا القاهر الغالب للأشياء، فقول العربي على فلانا أي غلبه وقهره، فلما علونا واستوينا عليهم تركناهم صرعا لنسر وكاسر. حتى بيت الشعر دیگری غیر از اون بیت شعری که رایج است استناد کرده، یعنی غلبناهم وقهرناهم واستولينا عليهم. یکی دیگه از ائمه لغت ابراهیم فارابی. فارابی غیر اون فارابی فیلسوف است. این فارابی که هست الفارابی اللغوی، غیر فارابی فیلسوف است. ایشان در کتابش به نام معجم دیوان الادب آورده ثم استوى الى السماء قال ابن عباس اي صعد واستوى الرجل اذا انتهى شباب واستوى من اعوجاج وكان مقبلا اینارو آورده واستوى على بلد کزانی استولا، یعنی مثل همون تفسیری که تبری آوردتش. یکی دیگه ابن قوتیه هست متوفای 367 هجری. ایشان که از ابن قوتیه قرطبی هست، از ائمه لغت هست، ائمه ادب هست. در کتابش به نام کتاب الافعال استوا رو آورده، معانی رو آورده. میگه که از معانی استوا چه هست؟ استولا. اینجا آورده به معنی استولا. همینطور امام جوهری که از ائمه کبیر لغت است در کتاب الصحاح، جوهری متوفای 393 در کتاب الصحاح جوهری آوردتش که
از ائمه لغت از دیگه ایشان میفرماید استوا ای استولى وظهر وقال قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. يعني اینجا الان 8 نفر از ائمه لغت آورده شد که استوا به معنای استولا رو ذکر کرده. حالا اگه شما میگید چرا استوا على العرش رو بما هو معلوم في لغة العرب فهم نمیکنید، خب یکی از معانی که ائمه لغتی که مثل اینا بودن فرمودن یکی از معانیش هم استولا هست. پس اگر کسی بر این معنا هم حامل کرد بر اساس لغت عرب فهمیده، حالا شاید کسانی از ائمه لغت عرب هم آمده باشن گفته باشن استوا به معنای استولا یا استیلا در لغت عرب نیست. خلاصه ماجرا این هست ایشون که میاد اینجا و میگه اینها خودشون اهل تشبیه هستند و ما هم دقیقا همینا رو میگیم، خیر، مسئله چیزی دیگری است. مسئله این است که استوا علی العرش اگه به معنای نشستن است، به معنای حرکت و انتقال و زوال هست، به معنای صعودی که حرکت و انتقال و زوال باشه، این منتفیس و مستحیل است نزد ائمه اهل سنت و جماعت، اینها برای خدای متعال نیست. اگه به معنای علو و علا به معنای علای، مثل امام تبری میگه علا علیها علو ملک و سلطان، و میگیم الله علی العرش به معنایی که سلف فرموده و به معنایی که اینجا نقل کردیم از امام ابو الحسن اشعری رحمت الله تعالی علیه، به معنایی که از امام ابو حنیفه نقل کردیم ان الله تعالی استوى على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي اراده. ما همین رو میگیم، تفویضش میکنیم استوى على العرش، و ائمه اشاعره همین رو فرمودن و همینطور اجازه دادن اگر شرایط هم ایجاب کرد تأویل هم شود به اون معنایی که معنای صحیحی است. یعنی گفته شود خداوند متعال چه است؟ مسلط است بر جمیع کائنات، هیچ که عرش رو خلق کرد و ما تحت عرش رو خلق کرد همه کائنات هم تحت تصرف و تدبیر ایشان است. دیگه این همه جنجال و این همه مصیبت و این همه تبدیع و تکفیر و اینا رو نمیخواد. یعنی الان ما در این کتاب آوردیم، این همه عالم اهل سنتی که این آیه رو اینطوری فهم کردن، اینا همشون اهل بدعت بودن، کی میمانه برای اهل سنت؟ پس مسئله چیزی دیگری است و این طرقی که حالا اینها گمان کردن بله یک رد عجیب غریبی و اینجا بایستی ما اینطور اینها رو فهم کنیم و اینا اهل بدعت هستند، این گونه نبود برادران عزیز. ماجرا چیز دیگری است. مسلمانان گرفتاری های بسیاری دارند